سلام، درس جدید. امیدوارم که درس‌های قبلی رم یاد گرفته باشید. در ضمن یه توصیه‌ای دارم برای اینکه شما با اسم‌ها در فرم‌های مختلف با توجه پایان‌هایی که براتون گفتم آشنا بشید. توی شهر که هستید دقت کنید. یه روزنامه مجله حالا نمیتونید بخونید ولی دقت کنید واژه‌هایی که می‌بینید روی تبلیغاتی که مثلا ممکنه براتون بیاد اینها رو ببینید، لغت‌هایی که هست از خودتون بپرسین این جنسیتش چیه. بریم سراغ صرف فعل بودن. توی فارسی حالا هستن بودن میگم هستم، هستی، هست، هستیم، هستید، هستند، بعد دیگه همین. توی زبان اسلوونیایی برای هر کدوم از این ضمایر در فرم مفرد، دوتایی یا جمع ما این رو صرف میکنیم. یعنی من وقتی میگم من هستم میگم یازسم، یازسم. تو هستی تیسی. او هست، اگه مثلا میگم اون آقا هست اونیه، یا اوی مذکر هست اونیه، اونایه. خب اوی مؤنث، پس یاسم تیسی اونیه اونایه، یاسم تیسی اونیه اونایه. خیلی خوب. حالا تو فرم دوتایی میدوا سوا، میدوه سوا، ما دوتا هستیم. وی دو استا و دو استا، شما دوتا هستید. آنا دو استا اونی دو استا، اون دوتا هستن. خیلی خوب. پس میتونم بگم سوا استا استا. حالا در فرم جمع میسمو میسمو، ما هستیم. ویسته ویسته، شما هستید، محترمانه یا جمع. اونیسو اونسو، آنها هستند. پس میتونم بگم سموسته سو. پس یک جدولی من برای شما ارائه خواهم کرد همین الان که بر طبق این جدول سعی میکنید اینها رو یاد بگیرید. این فعل خیلی مهمه چون زمان گذشته رو هم با استفاده از این فعل خواهیم ساخت. خیلی خوب بچه ببینید این جدوله. فعل بودن مصدرش از بیتی. مصدرها در زبان اسلوونیایی معمولا به تی ختم میشن مثل بیتی، ولی چون فعل بیقاعده است در واقع صرف فعل بر اساس خود مصدر نیست. خیلی از فعل‌ها بر اساس مصدرن. پس سم سی یه سوا ستا ستا سمو سته سو، سم سی یه سوا ستا ستا سمو سته سو. اینجوری حفظ کنید راحته. حالا وقتی من میگم یاسم یعنی من هستم. یاسم علی، من علی هستم. یاسم نسرین، من نسرین هستم. خودمون رو معرفی کردیم، خیلی هم سخت نیست ها، من خودم معرفی کردم دیگه. خب حالا یاسم انژینیر، من مهندسم. یاسم انژینیر کا، من یه خانم مهندسم. پس شغلم هم گفتم. پس با استفاده از این فعل ما میتونیم خودمون رو معرفی کنیم، شغل و سنمون رو هم بگیم. حالا سن رو بعدا راجع بهش حرف میزنیم. یه نکته توجه کنید، انژینیر کا. پس میبینید که انژینیر یعنی مهندس برای یک آقا، انژینیر کا مهندس برای یک خانم. تمام شغل ها توی زبان اسلوونیایی و واژه هایی مثل دوست، همسایه، همکلاسی، همراه، همسفر، همه اینا به شکل مؤنث و مذکر به شکل جداگانه به کار میرن. خیلی خوب. همیشه هم میتونه نیستش کاینو مؤنث کنه ها، نه، میتونه اینا باشه، میتونه سا باشه، بستگی داره. خیلی خوب. پس این مثال هایی بود. شما الان اسمتون رو بگید. خب اسمت چیه؟ من شنیدم که گفت یاسم حسن. خیلی خوب، بسیار عالی. یاسم مریم. موسلی، یعنی اینکه خوشبختم. خوشبختم. خیلی خوب بچه، پس تا جلسه بعدی آدیو، یعنی خدافظ. آدیو.